خب اولین بولونی ما هم آماده شده و میاریم بیرون. بعد کمان که نگاه کنیم که روغنش بره پایین. البته متاسفانه از وسایل دیگه نداریم که ما در داخل چیز کنیم که روغنش بره، ولی به هر حال فروشی نیست، مال خود ماست. آخر ما که از کشور محترم افغانستان روغن خوردن اشکال نداره. حالا آقای نظری لطف کنه محبت کنه یک دانه شم بفرمایه بخورم که چی نظرات میده. من دومیش هم میندازم بخیر. بله باز هستون در خدمتی نو جوان قشنگ. بله خوب سیب جای نمیشه نه؟ سیب جای نمیشه؟ جای میشه ولی نمیخوام ده. ما یک ذره صورت بدیم چون به خاطر که روغن داغ است زود زود آماده میشه. البته در اینجا بولونی خود کوچک نشان میده و زمانی که دهن از بسته میشه باز یک شور بدین تو پس خود چی میکنم بزرگ میکنم. حالا فکر میکنم که وقت از رسیده این را باید چنج کنیم. بفرمایید. پس این خدمات من در مسافری یاد گرفتم، خدمات مسافرت بنده. بله هستیم در خدمت با یک پیام بزرگانی کوچک. بله